Бека, این همی برای کفت نمیه یخیا این همی دین روز آورده نه روز مون میتین مون یا کلین بخرن اخی بچت ولی کلین نیومده شما بسری پولتون میچخه فیرمین ما حیرون که وقتی آوردن نه خیلی میگن که سوم شمتیم وز میگن که نفروختم اوخای تو دین آورده باشید پگه کجا اومده بسری پولتا بچه ما سودا کنم این هم خیلی برد موندگی اخی کامورا رئیس روی کگه که برا سوما بگی بیا همه مگزینو دادن تو قشمو ندادی هیچ خیلی رئیس دین روی که نه با امروز بگیره برای مگزین سرما ورنا که برای مگزین سرما ورنا کینو نکردم ما برو تسک رئیس هم بگو خودش بیا برای خطی هم رئیس هم بگو با خودش بیا سری راحت نشینم خانه سازم لیلی السلام علیکم و علیکم السلام نازن اکا خوبی اکا سلامتی رحمت شما نازن میشه رحمت بیا اکا میگم که وای کلباسه دارین کلباسه هو اکا جان کلباسه چند سومانه دارین اکا داریم 25 سومش هم داریم 45 سومش هم داریم همه ارزونش همه کیلوش 18 سومون 18 سومون او اما 18 سومون یا 2 کیلو بده ما مایل اکا یکی او 18 سومه کلباسه کوک خیلی چسبکای سر دل تا میگیره خمیر ما دورادونش هیچ گم نداره اما 18 سومه 2 کیلو کلباسه بگی ما بروی ساق میگیریم برای سگ باشه میشه مایل غوزی نکا جان او مردک خمون در خونه سگ نداریم کو التماس زنک خاو که همه جنم هاو نکه کیای چی میشی؟ مایو مردک ایزو نمیکشی ای و نمیدونی ای روزی که گرفتم تا تو همین وقت دیر میای آخی تی یک بار ساعت بین چنده تی یک بار ساعت بین مردک زنک خواب که کی رنگ اوتان میکنم این میگه خب که رنگی اوتا میکنم اینجا گودا گیریه داره این خب که رنگی اوتا میکنم میگه با مردک دیر اومدی ها با همو احوال پیشینه تو اومدن تا همه گودک خونه رفته تی یک بار ساعت بین چنده ساعت یک بار بین زنک خواب که کی رنگ اوتان میکنم ات بزار کدی که همو گپت رنگی اوتا میکنم چیکار کده گیم اوتای تو؟ چیکار میکرد؟ این همی حوزی تو طرف ما ساعت نشان داده کو وقتش دو اوتیم دیر می اومد اوچم طرفی اوتم کلندر نشان میداد نگاه که تویی میوه که دانا بیار گشه مونده مخه توسی میوه که همین تربوز خربوز انگور قدی سیر کده کی میوه یا خود کی میشه از تر میشه اینا مردک جان چای گیرین چایا خود مرد ما همین اوخره همین تربوز خودش اوه هی مردک جان همین یک گپ میگم فقط جنگ نکنین مردک دو جان گپ بگو همین روز جای کارتان رفته بودم خای زنگ زدم تلفناتان کشتگی بود راست کابینتتان رفتم در این کابینتتان هوی کردم که هیچ کنه بود دیدم که کاستومتان دوشیل که کشال بود همین کیسه کاستومتان کافت مردک 5-6 هزار سامانی پول بود ای ما بینش 500 سامان شا گرفتم مردک جان فقط جنگ نکنین برای خودم هیچی نخریدم برای خونه پرودوکت خریدم روغن خریدم کارتوشکا خریدم آرد خریدم مردک جان برای خودم هیچی نخریدم مردک کابینت رفتی کاستون موندگی 5-6 هزار در کیسش ها مردک 500 سوم گرفتی ها مردک 500 سامان شا گرفتم زنه که بیعقل او با 5-6 هزار سومون همشه نمیگیری بیایی برای چی مردک؟ چیه برای چی؟ مرا 3 ماه شید ای او جای کار سر کدگیان بیا جورا بیام درم بپوش کن آن همین خونه ما را دیدی؟ این حولی ما دیدی؟ کلونش دیدی؟ این خونه ما بسیار میبینیم تا در خدای را بهوده میگردی هی بهوده میگردی
همه خونه مرا بیای نگاه کنی و من معاشت کنم نمیشه. میشه رئیس جان من همین خونه شما رو نگاه کنم معاش نقص میتین من با نمیتونم تا معاش خوبت میتونم. شید رئیس جان من همین خونه شما رو خوشرو نگاه میکنم شی من همین 2 روز پس میام با یک خبرت میگیرم ببینیم که خانه را خوشرو نگاه کرده ای با من موقع آدمم با کم ترک با معاش تا با میوردم. رحمت رئیس جان رحمت فهمیدی؟ من همین خونه شما رو جای خوب کشیده جای خوب جای خوبم هست جای خوب هست خوراکه هست پیتنی هم هست همینجا در خواب میکنی همینجا میخری فقط همین خونه را نگاه میکنی. خوب شده است رئیس جان فهمیدی؟ من همین خونه شما رو گفتم که کلتور نه نگاه میکنم شی اینا من کای کارم با بسیار با او پایان دمیاد در چه دیگه دارم خوشرو فهمیدی؟ خیر با من 2 روز پس میام من رئیس در مقام که اینا کلیتا دیدی ها اینجا من خوب ای بچه ما ای رفتیم خونه را نگاه که ای چی تا مصرعه ای چی ای کجا را نگاه داشته باشم ای چی تا مصرعه ای خیلی جاد ای چی گپای ما ترا چی گفتم ما ترا باور کردم که معاشت میتم خونه را نگاه که هم خیلی نگاه میکنی خونه را ای چی خیلی نگاه کنی ها رئیس جان ای. آخه نگاه دارم خونه رو کو چی خیلی نگاه داری حالی سرت میکنم حالی همین کار سرت میکنم اینجا فهمیدی باورت کردم من میرم با میام یک بار دیگه میبینم من خیلی نگاه کسی که با نگاه کن هیچ خیلی نگاه کنی خوش نگاه کن خونه را خا کو به مردان بینه او نویگاری کردم ای. نویگاری کردم چی نویگاری کردم نه خیلی نویگاری کردیم نویگاری همی که اخران آوردم با دیگه ایده نویگاری میشوه هم مرا خونه و دارن نگاه دارن تازک فسانک میداری نفسی تازه میکشی همش برای اختای جونشی همش برای اختای همی تازه چی نموده حالا را مستور شبی کجاش تازه همجرا مصر حولیده چی ایره بیا من درخت تازه دگی نیستی همه رسوای کن ایرا ما همی دینا گفتم که تازه که همه را تازه که همی خد جنگش کردم با تازه نکرده نفهمیده تو چه خیلی آدمی ها؟ تو گپا میفهمی یا نمیفهمی؟ این چه خیلی خونه نگاه کنی ها؟ ای بچه من 2 روز پیش اومدم تو چی گفتم؟ ها؟ گفتم خونه را خشون نگاه کن این چه خیلی خونه نگاه کنی هم خیلی نگاه میکنی خونه را رئیس جان خونه رو نگاه کردم کو چه خیلی نگاه کسی این چی تا مصرای این مصربی این برگ انگور در اوجا اونم گلو هم خیلی استودگی این علف پس بلندیش ببین این تو کجا را نگاه کسی هم خیلی خونه نگاه میکنی رئیس جان من موسری تو چیکار دارم همه تو گفتی خانه رو نگاه کو ما همه خانه تو رو نگاه کرده شیشتم